هر کی که داره پادکست ما رو میبینه، از هر پلتفرمی میشنوه، تشکل گروه‌های کوچیک رو توی ایران جدی بگیرید. لازم نیست کاری بکنید که به خطر بیفتید، جون خودتون یا خانواده‌تون به خطر بیفته، اصلاً و ابداً. توی جمعای دوستاتون، توی جمعای خانوادگیتون، توی جمعای فامیلیتون، کسایی و که بگو بهش گروهی که اعتماد داری دارید. میگی 3 تا 6 نفره، گروهای خیلی کوچیک، نه اینکه مثلا دسته بشه. از طرف ما، چه همفکری، چه مادی، چه معنوی، هر مدلی که لازم باشه و ما بتونیم بهتون کمک میکنیم. فقط دوباره گفتم که دوباره تاکید باشه، چون این گروه های کوچیک توی جنبش بعدی ایران نقش بسیار مهمی ایفا میکنن. شما همین مرگ بر خامنه‌ای رو تصور کن. وقتی تو روز یه بار ببینیش چقدر تأثیر داره، اگه تو روز 10 بار ببینیش چقدر تأثیر داره. این خشم باید خروشان بشه. خواست من نیست، خواست نیکزاد نیست، خواست ملیه و باید ما بهش برسیم. آفرین.